المیرسعد که خود را همچون پایگاه اطلاعاتی حرکت تندرو طالبان به ضد سازمان تندرو داعش معرفی میکند، روز 9 اپریل سال 2024 با نشر یک ویدیو درباره از سوی خدمات امنیت طالبان دستگیر شدن دو شهروند تاجیکستان خبر داد. به اطلاع این منبع، سراج الدین شمسوویچ دولتوف ساکن نویه واسه سال تولدش 2003 و همسال او سمیجون فیضوف از شهر کولوب هنگام مهاجرت کاری در ولایت ولادیمیر روسیه توسط شبکه تلگرام به صف داعش جلب شده به افغانستان آمدند و می‌خواستند از اینجا به شهر کویتا مرکز استان بلوچستان پاکستان رفته در آنجا تعلیم جنگی بگیرند. رسانه مربوط به طالبان می نویسد بلوچستان پاکستان در وقت‌های اخیر به یک پایگاه عمده تمرین و تعلیم جنگجویان سازمان تروریستی داعش تبدیل یافته است. سمیجان فیضوف و سراج الدین دولتوف در ویدیوی نشر شده اعتراف میکنند که از آنها توسط تلگرام دعوت شد که برای گرفتن تعلیم علم شرعی و تمرین‌های حربی به کویتا هجرت کنند. سمیجان فیضوف میگوید که او در ولایت ولادیمیر روسیه کار میکرد و همراه سراج الدین دولتوف با راهنمایی توسط تلگرام از روسیه به ترکیه، از آنجا به ایران و از ایران به افغانستان گذشتند، ولی در راه سفر به کویتا در ولایت نیمروز از جانب ماموران امارت اسلامی افغانستان دستگیر شدند. طالبان حکومت در افغانستان ساخته‌شان را امارت اسلامی نام کردند. سراج الدین دولتوف نیز عین حرفای سمیجان فیضوف را تکرار کرد و گفت که آنها از طریق ترکیه و ایران به افغانستان آمدند و در اینجا امر گرفتند که برای تعلیم و تمرین به کویتا بروند، ولی در راه دستگیر شدند. معلوم نیست که این اعتراف گناه از زبان این دو جوان تاجیک در چه شرایط ثبت شده است. گفته می شود آنها هر دو حالا در زندان طالبان قرار دارند. در همین حال امرالله صالح سابق نایب پرزیدنت افغانستان اخیراً در یک مقالات در نشریه روسی نیزویسنیا گازتا ادعا کرده بود که خدمات امنیت طالبان از نام داعش در شبکه‌های اینترنتی گروه‌های قلبکی درست کرده است و افراد مایل برای پیوستن به صف تندروان را به دام خود افکنده به افغانستان دعوت می‌کنند و سپس برای نمایش مبارزه خود با داعش آنها را دستگیر می‌کنند. مقامات تاجیکستان تا کنون به این خبر بازداشت دو زاده تاجیکستان در افغانستان با اتهام همکاری با داعش واکنش نکردند. ولی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ماه ینور سال 2024 تمام رهبران مقامات امنیت و حفظ حقوق ولایت ختلان و منطقه کولوب را با جمع معاونانش از منصب‌ها برکنار کرد و منابع آگاه می‌گفتند که یک سبب اصلی این تصمیم افزایش شماره زادگان جنوب تاجیکستان به خصوص منطقه کولوب در صف گروه‌های افراطی و تروریستی و اشتراک آنها در حمله‌های تروریستی در خارج شده است.